بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم ها، آقایان محترم، بنده های خوب خدا، هم نفس یاد خدا. الهی که خوب باشین، قبول بشه طاعات، عبادات، بندگی هاتون. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. استاد محمدی شاهرودی عزیز و گرانقدر، خیلی خوشحالم از زیارت. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خوشحالم که در خدمت شما مخلصیم. ما خدمت شما هستیم. بیننده و افتخار است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز بیننده. خدا مختار شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت شما عزیزان باشیم. ان شاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، بحثمون همش ما رو یک قدم به فهم معارف دین نزدیک کنه که اگه این اتفاق بیفته بسیار ارزشمنده. پیغمبر فرمودن اگر انسان اگه بابی از ابواب علم به روی انسان باز بشه براش ارزشمندتر از این که کوه ابوقبیس که اطرافش بزرگترین کوه، بخش اعظمش از بین برده به هر حال اون کوه بلندترین کوه اطراف مسجد الحرام هست. اما اگه اون کوه طلا بود و در راه خدا انفاق میکرد باز ارزشش از این یک باب علم که یاد گرفته، توی که از برنامه شرکت کرده و یه چیز یاد گرفته، این ارزش از این که اون کوه ابوقبیس طلا باشه در راه خدا انفاق بکنه بیشتره. تا اولش اینه که کسی که دنبال علم هست، من طلب العلم داره که قیام اللیل ها و صیام النهار ها. این مثل کسی مونه که شب تا صبح نماز خونده، روز هم روزه گرفته. طالب علم حدیث دو بخش داشت. بخش اولش این بود که من نگفتم این که شبش به نماز گذشته و روزش هم با روزه، بعد ادامه داره که یک باب علم که به باز میشه از انفاق کوه ابوقبیس که طلا باشه پیش خدا عزیزتر و بیشتر. خب حالا این برنامه که ما خدمت دوستان هستیم اگر دست ما رو بگیره و قدمی به سوی علم پیش ببره این ارزشمند است و انشالله که اتفاق بیفته. الهی آمین. خب عرضم حضور شما که اگه خاطر شریفتون باشه بحث ما رسید به عرضم حضور شما که پیرامون عدل صحبت میکردیم، نگاه هایی که به عدل و اشکالاتش وجود داره. پاسخ حکمای اسلامی رو فرمودن که دو وجه داشت، بخش تفاوت و تبعیض و بخش بدیها و شرور. رسیدیم به بدیها و شرور. دو نکته رو فرمودن استاد محمدی شاهرودی. یکی این که اساساً بدیها و شرور وجود خارجی ندارن و در واقع ماهیتشون عدمیه. به طور مثال شب چرا هست؟ چون روز نیست. تاریکی نتیجه عدم حضور نور هست و بدی نتیجه عدم خوبی ها هست و وجود نداره. ثانیاً اگر بگیریم هم حالا وجود داشته باشه، وجودش مطلق نیست، وجودش نسبی است. مثل زهر مار مثالشون یادم میاد که برای خود مار وسیله دفاعی و چقدر آثار و برکات داره، ولی مثلا برای ما نه. میکروب ها و بقیه چیزهایی که در طبیعت وجود داره. تا اینجا اگر اشتباه گفتم تصحیح کاملا درسته. بفهم. گام سوم اینه که حالا فرض کنیم که شر وجود دارد و فرض کنیم شریعت هم مطلقه. یعنی اون که گفتیم نسبی حالا نسبی هم نیست، اصلا وجود داره، مطلق هم هست. آیا میشه نظام رو از این بدی ها جدا کرد؟ یعنی بریم جدا تفکیک کنیم، بگیم این بدی ها رو بذار کنار، یه نظامی بسازیم به اونجوری خودمون فکر میکنیم بله که این بدی ها توش نباشه. مثلا فرض کنید که ما میکروب ها رو کنار بذاریم، ویروس ها رو کنار بذاریم. خب با این کار چیکار کردیم؟ یه شاخه از علوم رو کنار گذاشتیم، امتحان ها رو کنار گذاشتیم. اگر برفرض که بشه کارش کردیم حالا میکروب خود که شر نیست، اون خاطر اینکه منشأ شر میشه، منشأ بیماری میشه. بیماری هم گفتیم که ماهیتش ماهیت عدمی است. میشه این تابلویی که ما الان ایراد داریم بهش، اینجا این خط کجه، خط راست خب بهتر از خط کج. چرا باید این خط کج باشه؟ چرا اینجا این رنگ تیره یا خب رنگ صورتی، رنگ روشن، رنگ سفید که بهتره؟ پس این رنگ‌های تیره رو کلا حذف کنیم، خطوط کج و موج رو هم از این تابلو برداریم. آیا تابلو باقی میمونه؟ خب الان ما داریم همین کاری میکنیم تو دنیا که
مگه نمیگیم مستکبرین و نمیدونم ظالمان و کافران و الان مگه نمیگیم اسرائیل شر مطلقه؟ مگه تمام تلاشمون نمی کنیم که از صفحه روزگار محوش کنیم؟ میگیم صفحه روزگار جای وجود چنین غده سرطانی و اینها نیست. پس این چجوری اینو محو کردید و وقت خوب میمونه، وقت دنیا باقی میمونه. راهش چیه؟ راه این که شما اختیار رو بگیرید ازشون، چون باز اسرائیلی دیگه پیدا میشن دیگه. این اسرائیل نابودش کردید دیگه اسرائیل پیدا نمیشه. چرا اسرائیل نماده از تفکر ظالمانه، یعنی چرا جای دیگه ظلم. شما فقط یک راه دارید، اختیار از انسان ها بگیرید. انسان باقی میمونه؟ نه دیگه، میشه فرشته، نه یا میشه سنگ. و تا موقعی که اختیار در انسان هست خب بعضی ها ظالم میشن، بعضی ها اون تحت در واقع به هم ریختن کل این تابلوه که هیچی نمونه دیگه. کل تابلو ما به ظاهر که نگاه میکنیم میگیم در اروپا موقع گفتن که این روباها چه به درد میخورن، میان مرغامونو میگیرن، نمیدونم اذیت میکنن، اینها تفنگو برداشتن افتادن به جون این روباها، شکار کردند و مستعصرشون کردن، ریشه‌کن کردن روباها رو. خب اینها این خط کج رو پاک کردن. نتیجه چی شد؟ تعداد خرگوش ها که این اکوسیستم با خرگوش ها تنظیم میشد دیگه، رو این چیزا روباها خرگوش ها رو میخوردن و خرگوش ها نسلشون زیاد نمیشد. انقدر نسلشون زیاد شد که پر شدن، آمدن شروع کردن درخت‌ها رو پوست کندن و کل مزرعه رو داشتن نابود میکردن. دیدن اروپایی‌ها که رفتن یه خط و کج رو پاک کردن، کل تابلو به هم ریخت. دوباره اومدن روبا کشت کردن تا بیان تو یه تعادل. و ما به ظاهر که نگاه میکنیم میگیم که خب اینا رو برداریم، میشه برداشت. اگه اینا رو برداشتیم باز نظام باقی میمونه. این شعر شبستری شعر قشنگی است. جهان چون خد و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خویش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. یک گوشه این تابلو دستکاری کل تابلو با هم میریزه، تابلو باقی نمیمونه. زیبایی تابلو و عظمتش، حکمتش، نمیدونم اون اتقان و استحکام و عادلانه بودنش به همینه که تابلو باشه. یه ذره یه شبهه‌ای وارد شد. جهان چون خد و خال و چشم و ابروست رو در جایی داریم میفرماییم که هر چیزی جای خودش و اون سیاهیه و اون تاریکیه و اون تباهیه و اون چرکه و اون میکروبه و اون ویروسه و اون صهیونیسته سر جاشونن. پس ما نباید کاری با اینا داشته باشیم، نباید بریم به سمت اینه که اینا از اونا اصل وجودشون شر نیست، اونا ماهیتشون شره. خب از لحاظ وجودی چون وجود خیره، اون کافرترین کفار هم وجودشون نوره. اون ماهیتشون سوء استفاده از اختیار، اون عدمی ها هستن که اونو شر میکنن. تصمیم ها و اون هم محدودیت ها، عدم هایی که عرض کردم. بنابراین اینجوری نیست که بیم اینا از بین ببرید. اگه بتونیم از بین باید ببریم، تا بتونیم باید از بین ببریم. مثلا تکلیف و این هم با همون انسانیت انسان برمیگرده. در قرآن میفرمایه که فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی. تعدی میکنه شما بهش تعدی میکنید، بعد در مقابلش بیست. آقا یه گروهی هستن در طول تاریخ هم فکر کنم بودن، همین الان هستن که میگن آقا به هیچ کس نباید آزاری رسون، ما چی کاریم خدا خودش میدونه. به خاطر همین مثلا میگم کار امام حسین اشتباه میدونن، کار فلان اشتباه، یا میگن نمیدونم مثلا دنبالی هستن آقا به یه مورچه آسیب نباید رسوند، اونم رسوند. انسان ها حالا اون زد کش اون نمیفهمن که نباید فلان، میدونین یه ذره اینجوری فکر میکنن. میگم یه وقت اینجوری برداشت نشین که فرمایش شما که این همونش در نصیحت گفته میشه. شما اولا ببینید که آیا اونها این اندیشه رو عمل میکنن. در انجیل داریم یکی سیلی به صورت راست شما زد سمت چپ برد که بزنه، دست شما در نباید که از این طرف بزن. میخواست قبات رو ببره، ردا هم ببره. چیز بینوایان رو دیدی؟ اون فیلم بینوایان، اون رمانش خیلی عالی صد احوال. من دوره شاه خوندم اون رمان رو. جالبه. آره اونجا میبینید که دزد اومده تو کلیسا، بخشی از اموال کلیسا رو دزدیده. پلیس دستگیرش کرده، برش گردونده. کشیش میگه خب بیا بقیش هم ببردیم، بقیش هم بردا ببر. این معنیش اینه که انسان انظلام داشته باشه. وقتی اون انسان نیست،
پس اون میل قوه غضبیه رو برشی در وجود ما قرار دادن. یعنی دوشی یک افراط ما داریم که یهودیت باشه، میگن اگه مثلا فلسطینی سنگ به شما پرتاب کرد شما اونجا رو با بمب نابود کنید. ببین در این طوفان الاقصا دارن چیکار میکنن؟ شهر رو با خاک یکسان، بمب های نون چند تونی میزنن سر مردم. میگه این افراطه. خب یه رزمنده با شما جنگید، شما با اون رزمنده بجنگید. حد اعتدال، دین وسط. بنابراین اون عرض کنم که این که ما افراط رو رهاش کنیم، نه خیر، باید بزنیم تو سرش. فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی، ولی تجاوز نکنید. بازم رسیدیم به اعتدال. جالبه. بله، بازم رسیدیم به اعتدال که از عدل و عدالت. بله، زیاده روی نکنید. حتی اینجا هم زیاده روی نکنید. اون مقداری که او تعدی کرد شما هم در مقابلش تعدی کنید. کلوخ انداز را پاداش سنگ است. همین که گفتن که آقا رهبر معظم انقلاب فرمودن که زبان بزن در رو گذشته، آره، بزنید میخورید. این حرف اسلامه. درست. در زمان سابق، در زمان اون شاهان سابق میزدن، میگرفتن، اشغال میکردن، از ما جدا میکردن. ایرانی که شکل شیر بود به بارگی تبدیلش کردن. اون شیر با همه عظمتش الان چی شده؟ یه گربه شده. آره. چرا؟ چون اینها اون که ما باید بایستیم در مقابل ظلم، من از زیر بار ظلم اینو میشم. گفتن بحرین رو ولش کن. شاه گفت خب یه دختری داشتیم شوهرش شدیم. چی گفته دختر؟ پدرش دختر داشتیم شوهرش داشتیم. افغانستان رو رها کردن. آره. جهادی رو رها کردن. ما یه فاصله بگیریم و برگردیم، بعد دوباره برمیگردیم به اون مسیر اصلی بحثمون. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب فرمودین که گیریم اگر که وجود مطلق هم داشته باشن بدیها و شرور، همینطور پله پله میریم عقب، میبینیم نمیشه، اصلا نظام خلقت به هم میریزه. اگر بدیشون بد باشن، یک مطلق باشه، دو نمیتونیم جدا کنیم. بخوایم جدا کنیم کل نظام از بین بردیم. آره. بخوایم این خطای کج و موج رو بخوایم ابرو رو راست کنیم، نمیشه. چقدر زشت میشه. اگه ابرو انسان ها صاف میشد چی میشد؟ زیبای ابرو چیه؟ به اینکه شکلی داشته باشه. آره، انحنایی داشته باشه و خمی داشته باشه. خب پس اینم نکته سوم شد که این اون چی که ما می‌شیم بدی از نظام آفرینش تفکیک ناپذیره. نمیشه از نظام جدا شد. بله. که جدا کردیم کل نظام رو از بین بردیم. حالا فرض کنیم که اینا باشه، فرض کنیم شریعتشون فرض کنم که ماهیت عدمی نباشه، فرض کنیم که مطلق باشه، فرض کنیم که قابل انفکاک باشه. آیا اون اسمش شر فایده نداره؟ مثلا شما میگید فرض کنیم که بیماری مثلا شره، یا که ماهیت عدمی، فرض کنیم که بیماری شره. آیا این بیماری فایده نداره یا دهها فایده داره؟ برای شخص بیمار، برای دیگران، برای پزشک، برای دهها فایده تو این بیماری هست. این بیمار از خواب غفلت بیدار میشه، به خدا برمیگرده، تضرع پیدا میکنه. تو این امتحان لحظه به لحظه که این بیماری تحمل کنه گناهانش پاک میشه. اینا فایده های بسیار عظیمی است. ما شاید اینجا که نگاه کنیم خدمتشون عرضم، دیگران که این بیماری میبینن عبرت میگیرن، حواسشون جمع میکنن، علم پیشرفت میکنه، علم روانشناسی، علم پزشکی، علم خیلی از علوم با این بیماری رشد میکنن. پس یه بیماری که ما شر میبینیم منشأ خیرات فراوانی است، دنبالش نیستیم، ولی وقتی که پیش میاد برکات هم داره. بله. حالا اون که ما نه گفتیم که اصل که عدمی است. حالا با فرض اینکه اینا رو صرف نظر کنیم، این که به وجود اومد، این در ابعاد مختلف مسئله‌اش عرض کردم. بله. مثلا بود معنویش این بلاها فایده‌های بسیار زیادی داره. اگه این بلاها نبود انسان هرگز به اون مقامی که شایسته انسان هست نمیرسید. داشتم فکر می‌کردم حتی همین بلای اسرائیل و صهیونیست هم
بالاخره باعث رشد، باعث کمال جهاد، بالاخره شهادت آخرش نمیدونم وقت باعث میشه که این غده سرطانی پنهان خودشو آشکار کرده الان، مثلا باعث آگاهی سازی مردم دنیا داره میشه. همینطور دنیا فهمیدم کسی که از کنم که کسی بی وجود جرأت نمی‌کرد اسمشون ببره، حالا حکم جلبشون تو آره خیلی جالب بود. خیلی مهمه که اینا کسی جرأت می‌کرد بگه رو چشم اسرائیل ابروست. آره یه سری کشورها اروپایی هم گفتن ما اجرا می‌کنیم، یعنی اگه بیاد اینجا می‌گیریم میندازیمش زندان. اتفاق گفتن اجرا، به اتفاق عموما اروپایی‌ها گفتن اجرا می‌کنیم. اروپا کشور دفاع آمریکا واکنش. خب اینا برکاتی است، اینا فایده هایی است که برای این مسائل اون وقت بخواد فهرست بشه، یه فهرست بلند بالایی میشه. فایده های مادی، فایده های علمی، فایده های معنوی و فایده های متعددی که مثلا فرض کنید که باعث پاک شدن گناهان میشه. آقا امیرالمومنین اسلام فرمودن الحمدلله الذی جعل تمحیص ذنوب شیعتنا بالبلا فی الدنیا. باید حمد خدا رو به جا آورد، باید شکر کرد برای خدا که مریض میشه. چرا؟ چون این مریضی باعث میشه گناهانش هم دنیا پاک بشه، به اون طرف نیفته. الحمدلله امیرالمومنین فرمودن الحمدلله الذی جعل تمحیص پاک کردن تمحیص ذنوب شیعتنا بالبلا فی الدنیا. این بیماری، این مرگ میر، این نمیدونه هر چی کارش بشه شر، این گناهانش پاک میکنه. این باعث تضرع میشه، باعث ترفیع درجه میشه، باعث میشه آب دیده بشه. اگه این دفاع مقدس نبود ما کجا بودیم الان؟ سیم خاردار نداشتیم، اسلحه ما از آمریکا میومد. این خود این دفاع مقدس، همین جنگ که حالا جنگ گفتیم بده دیگه، جنگ شره. آره. فایده هایی که داشت، یکی از فایده هاش اینه که یه قدرتی شدیم که دیگه هیچ کس جرئت نمیکنه که شیاطینی که بس کنم که یک لحظه نمیتونم ما تحمل کنم الان جرئت نمیکنم. اینا نتیجه همین گرفتاری. مثلا رشد و بلوغ و کمال و بزرگی به بزرگی رسیدن از دل سختی و مشقت و اینا انگار البلاء للولا. آره. کاظم فرمودن که المؤمن، یا امام صادق کردیم به بزرگوار، المؤمن منزلت کفته المیزان کل ما زید فی ایمانه زید فی بلای. مؤمن به منزله دو کفه ترازوست، هرچی ایمانش بیشتر بشه این گرفتاریاش بیشتر میشه تا بیشتر رشد کنه. هی بالاتر، هی بالاتر و بالاتر. چون خیلی از چیزها اونایی که از کنم که این گرفتاری ها ندارن در واقع از خیلی از کمال ها محروم خواهند شد. پس این حرف درستیه که هر که در این بزم مقرب تر است جام بلا بیشترش. ولی یاران حق همیشه ولیت کشیدن، هم بیشتر عنایت و هم بیشتر عنا یعنی رنج. ناز پرورد تنعم نبرد راه بهش، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه. خب خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. ما وقت برنامه‌مون اینجا تمام شد، ولی فکر میکنم بحثمون همچنان ادامه داره، پیرامون همین شرور و بدی ها. اوامری ندارین؟ زنده باشید، محتاجیم به دعاتون. خیلی ممنونم که برنامه خودتون رو تا پایان تماشا کردین. انشالله این بحث رو به شرط توفیق و حیات هفته آینده ادامه خواهیم داد. یا حق. خداحافظ.